ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف، قسم دوم، گفتار 25. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. ایام تحصیل و ترتیب درسخوانی در مدرسه های بخارا. سال تحصیل در مدرسه های بخارا از سری ماه میزان 22 سپتامبر سر شده، در اولی حمل 22 مارس در 6 ماه تمام می شد. این مدت را تنها طلبگانی در تحصیل گذرانیده می توانستند که در 6 ماه زندگانی مدرسه از جهت مادی تاب آورده توانند یا اینکه به گرسنگی و سختی های دیگر برداشت داشته باشند. اما بیشترین طلبه های قشاق صحرایی در اولی تحصیل به مدرسه آیند هم بعد دریافتن ثواب سر شدن درس مجبور بودند که به صحرا برگردند. اینها بعد از غنداشتن محصولات دهقانی یا پس از به کیسه انداختن درآمد امامتی مسجدهای دهات در ماه‌های نوامبر گشته آمده به درس‌های خیلی پیشرفته خود اشتراک می‌نمودند. اینچنین این گونه طلبه‌ها از ماه فوریه سر کرده به طرف صحرا پراکنده شدن می‌گرفتند. بنابراین از روی حساب میانه، مثلا در اولی تحصیل در یک درس یک جماعی گروهی 50 نفری تشکیل یابد، در هفته دوم از این گروه 20 نفر میماند و در ماه نوامبر تا سری دکبر برآمده رفتگان برگشته آمده جماعه باز پر می شد. اینچنین از ماه فوریه پراکنده شوی سر شده، در سری ماه مارس از گروه مذکور تخمینا 10 کس باقی می ماند و همین 10 کس ثواب تمام کردن سال تحصیل را در می یافتند. این بود مدتی تحصیلی سالانه 19 سال. اما روزهای تحصیلی هفتگی از این هم بدتر بود. در مدرسه های بخارا در درس های رسمی درسخوانی هر هفته از شنبه تا سه شنبه 4 روز روزی تحصیل روزی کار بوده، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 3 روز روزی تعطیل، روزهای دمگیری به شمار می رفت. بعضی مدرسان درس‌های درسخانگی که عادتاً آنها کهنسال‌ها بودند، ناسازی مزاج خود را بهانه کرده بعضی روزهای سه شنبه هم درسگویی را ترک نموده، درس‌های آن روز را سه شنبگی تعطیل اعلان می‌کردند. در این صورت 4 روزی یک هفته روزی بیکاری به شمار می‌رفت. اگر ما در روزهای تحصیل ترتیب درسخوانی طلبگان را به نظر گیریم، ساعتهای درسخوانی حقیقی باز هم کمتر می شوند. مثلا یک طلبه در پیش دامالله کنجکی هر روز یک درس از یگان متن، مثلا قافیه یا شمسیه و یا اینکه متن عقاید می خواند
باز در پیش همین دامولا یا دامولای کنجکی دیگر یک درس از درس خانگیش می خواند. بعد همین طلبه همین درس خانگی را به پیش دامولای کلان درس خانگی باز می خواند. بعضی طلبه ها درس خانگی خود را برای باز هم بهتر از خود کردن به پیش دو دامولای کلان می خواندند که در این صورت هر طلبه در یک روز یک درسی متن را در یک جا و یک درس خانگی را در 2-3 جا می خواند. از بس که در هر یک درس به حساب میانه 1 ساعت نجومی وقت صرف می شد، طلبه درس‌های مذکور را در 4 ساعت می خواند. این مدت فقط در خواندن درس‌های مذکور صرف می شد. اما اگر ما وقت‌های در میانه این درس‌ها صرف شده را به نظر گیریم، طلبه در درس‌های مذکور 1 روزی زمستان خود را صرف می کرد. چنان که در پرچه بالا قید کرده شد، جای استقامتی طلبه دیگر و جای درسخانیش دیگر است و این چنین جای درسگویی مدرسان خواه کنجکی باشند و خواه درسخانگی دیگر بوده در بیشترین وقت در بین درسخانه ها 2-3 کیلومتر راه را طی کردن لازم می آمد. از غیر این در انتظار وقتی درس ها هم از نیم ساعت تا 1 ساعت وقت صرف می شد. برای فهمیدن سبب این انتظاری تفصیلات زیرین را گوش کردن لازم است. عادتاً مدرسان بخارا در یک روز از 8 درس تا 12 درس را به گردن می گرفتند و وقتهای درس هر جماعه گروه در ساعت معین تعیین کرده می شد. مثلا وقتی درس جماعه حاشیه خوانان در ساعت 7 پگاهی باشد و بعد از آنها مثلا جماعه عقاید خوانها در ساعت 8 و درس در آمدنشان لازم باشد، جماعه دویم مجبور بود که در ساعت 7:30 به پیش درسخانه حاضر شود تا رسیدن وقتی درس نفس راست کرده ماندگی راه را برآورند. بعضا همین گونه می شد که درس جماعه یکم حاشیه خوانها به سبب یک مناظره بی‌معنی از وقتی به خودش تعیین یافته نیم ساعت درازتر می شد. در این صورت طلبه های جماعه دویم مجبور می شدند که برای وقتی درس خود 1 ساعت انتظاری کشند. حاصل تحصیل 19 ساله. اگر ما گوییم که حاصل تحصیل 19 ساله طلبه مدرسه های بخارا از درس های رسمی هیچ بود، خوانندگان باور نخواهند کرد و نویسنده را به دروغگویی هیچ نباشد به مبالغه نویسی شرقیگی حمل خواهند نمود. اما وقتی که تفصیلات زیرین را مطالعه نمودند، حقیقتی تعجب انگیز بودن گفته های نویسنده این سطرها را تصدیق خواهند کرد. برای اثبات این معنی مثال های زیرین کفایه است. از قیدهای بالا معلوم شد که در مدرسه های بخارا 8 ساله عمر طلبه به درس های صرف و نحو عربی صرف می شود. معلوم است که برای از خود کردن یک زبان بیگانه به شرطی در دیگر درس ها مشغول نشدن 2 سال بسنده است و حالان که طلبه بخارا اگر خوش‌ذهن و پرقابلیت باشد و راه بسر خود کار کردن را یابد، در مدت 8 سال به طریقه نظری زبر یا زیر خواندن یک کلمه عربی را و ترکیب بعضی جمله های آسان را می آموخت. این معلومات ناچیز هم به 5
پرسنتی عمومی همدرسان وی هم از متنخانی و از پیش داماللای کنجکی حاصل می شد. اما از 5 ساله درسی رسمی زبان عرب، درسی درسخانگی شرح ملای جامی چیزی حاصل نمی شد، زیرا طلبه در هر سال این 5 سال تنها 5 یا 10 سطر گفته جامی را وی هم از خطبه و مقدمه ها می گذشت و بیشترین وقتی 5 ساله طلبه به خواندن و محاکمه کردن شرح و حاشیه های بسیاری که در بالای اثر جامی تألیف یافته‌اند می گذشت. چنانچه بعد از جامی از همزمانان جامی ملا اسام الدین قافیه را شرح کرده در بسیار جاها با اصول مناظره اسخلاستیکی به جامی زید برآمده است. پس از وی از شاگردان عبدالرحمن جامی ملا عبدالغفور لاری به شرح ملا حاشیه بسته جامی را مدافعه و گفته های ملا اسام الدین را رد کرده است. بعد از وی از شاگردان ملا عبدالغفور لبیب نام کسی یک حاشیه بسته گفته های جامی و عبدالغفور را ایضاح کرده و ملا اسام الدین سنگ پرانی کرده است. بعد از همه اینها مولانا شریف بخارایی که در آخر عصر 17 گذشته است به شرح ملا یک حاشیه با تفصیلی بسته همه مناظره های حاشیه های در بالا ذکر شده را نقل کرده، در میانه آنها محاکمه دوانده است و کوشش نموده است که حقی بی حقیقتی در میانه مناظره چیان گذشته را اظهار نماید. عمر 5 ساله داماللای سرسخت و طلبه های بدبخت در محاکمه کردن انا همین حاشیه ها می گذشت. در بسیار وقت نه تنها مسئله های نحوی عربی و گفته های جامی از میان می رفت، حتی گفته های حاشیه نویسانی مذکور هم به یک طرف مانده وقتی درسی 1 ساعته به مناظره های بین استاد و شاگردان و به مناظره بین خودی شاگردان صرف می شد. برای فهمیدن مناظره بین خود ایضاح زیرین را مطالعه فرمایید. در وقت درس طلبه های یک جماعه گروه به درس خانه در آمده بروی دامالله صف کشیده 2 زانو می نشستند. اگر طلبه بسیار و درس خانه تنگ باشد شاگردان پس و دنبال یکدیگر با هم جفت شده جای می گرفتند. عادتاً هر جماعه یک قاری داشت که عبارت کتابی در پیش دامالله خوانده شدنی را او می خواند. وقتی که طلبه ها نشسته تیار شدند دامالله به قاری نگاه کرده سر کنید می گفت. قاری از کتابی درسی یک جمله عربی را می خواند و دامالله آن جمله را به زبان تاجیکی ترجمه می کرد. بعضی وقت پس از ترجمه و بعضاً بعد از فکر خود را بیان کردن دامالله مناظره سر می شد. بعضی مناظره چیان به دامالله خطاب کرده شبهه ها بیان می کردند. بعضی ها در میانه خود مناظره سر می کردند. در این مناظره ها نه تنها همان 5% خوش ذهنان بلکه همه شاگردان اشتراک می کردند. حتی نادانترینشان زیادتر فریاد می کردند که نامشان به خوش ذهنی و به درس فهمی براید. در این مناظره ها کسی غالب می برآمد که آوازی بلند و نطق برا داشته باشد. وقتی که طلبه ها از فریاد کردن مانده شوند دامالله 2 دستش را بالا برداشته هم با اشارت هم با زبان خاموش خاموش گویان شاگردانش را ساکت می کرد و ساعتش را می دید. اگر وقتی درس تمام شده باشد یا گذشته باشد امروزه درس را با همین به پایان می رسانید و اگر وقت باشد یک جمله دیگر می خواند. مثال دیگری از این هم روشن‌تر را از حاشیه خوانی بیاریم. چنان که در بالا نوشته شد حاشیه قطبی شرح شمسیه است که به علم منطق عاید است.
علم منطق علمی است که در همه مملکت‌های مدنی شرق و غرب همیشه در پروگرام درس‌ها در آمده است و در زمان حاضر هم در پروگرام مکتب‌های سویتی داخل است. اما در مدرسه‌های بخارا در زمانی که نویسنده این سطرها می‌خواند از علم منطق گویا تنها همین کلمه منطق مانده بود و مناظره هایی که در وقت خواندن این علم به وقوع می آمد تماما بی منطق بود. چنان که در بالا گذشت، 1 سال تحصیلی طلبه به خواندن حاشیه قطبی صرف می شد. اما همین 1 سال وقت تنها به مناظره صرف می شد که در بالای 1 کلمه می رفت. مؤلف شمسیه منطق در اول کتاب خود به زبان عربی گفته است که من گفته های آن مؤلف را به زبان تاجیکی ترجمه کرده می آرم. من این کتاب را بر 1 مقدمه، 3 مقاله و 1 خاتمه ترتیب دادم و بعد از آن مؤلف می گوید اما مقاله ها 3 اند. مؤلف در اول کتاب خود در جمله های در بالا نقل کرده شده کلمه سلاس 3 را 2 بار ذکر کرده است. معلوم است که این سهو است و یکی از این کلمه های سلاس 3 بر زیاد است. اما 1 سال مناظره بر بالای همین می رفت که کلمه سلاس 3 در جمله اول زاید است یا در جمله دوم و در اینجا هم رالی تا 1 سال دراز کردن درس را اول حاشیه ها و بعد از آن طلبه ها و دام الله بازی می کرد. در آخر تحصیل قرار می یافت که مؤلف شمسیه آدمی دانشمند بود، نجم الدین عمری قزوینی که در عصر 13 زندگانی کرده است و او این سهو نمایان را نمی کرد. مقرر است که این سهو را قلم او کرده است. از این گونه مناظره ها چیزی را نفهمیدنی طلبه ها از همین هم معلوم است که بار در درس خانگی ما مناظره بر بالای تعریف انسان می رفت. در آنجا انسان با کلمه های حیوانی ناطق تعریف یافته بود. در آن وقت بر بالای کلمه های حیوان ناطق و بر بالای معنی نطق و دیگرها چنان مناظره دور و دراز رفت که 1.5 ساعت را فرا گرفت. بعد از تمام شدن درس یکی از طلبه ها پرسید که حیوانی ناطق چیست؟ دام الله در جواب گفت مادام که تو از همین قدر مناظره ها با وجود اشتراک کردن خودت معنی این کلمه ها را نفهمیدی، دیگر به تو شرح و ایضاح دادن بیفایده است. از بس که هر چیز را با مثال فهماندن آسانتر از آن است که با توصیف فهمانده شود، اکنون من به تو با مثال گپ میزنم. یکی از مثال های حیوانی ناطق، حیوانی گپ زننده خودت می باشی. در نتیجه این سؤال و جواب لقب آن طلبه حیوانی ناطق شده ماند و تا وقتی که او در بخارا بود همه شناسها به آن بیچاره با عنوان حیوانی ناطق خطاب می کردند. درست است که از مدرسه های بخارا بعض آدمانی درستی صاحب معلومات هم رسیده برآمدند، لیکن اولا این گونه دانشمندان مانندی بته های حاصلداری در زمین شورزار رسیدگی در غایتی کمی بودند. دوم اینکه آن گونه آدم ها نه به واسطه از خود کردن پروگرام مدرسه و نه به واسطه مناظره های اسخلاستیکی درسخانه ها رسیدند، بلکه آنها آدمانی پرقابلیت بوده با یک تصادف خوشبختانه سواد تاجیکی و عربی برآورده با مهنت و مطالعه شخصی خود صاحب معلومات شدند. اما بیشترین این صاحب معلومات ها هم از یگان غایه معنوی دور بودند و مقصد اساسی آنها مانند استادان خود در یگان مدرسه کلانتر مدرس شدن
به وقف نمایان صاحب گردیدن و طلبه ها را به گرد خود غون کرده، خواه چیزی را فهمند و خواه نفهمند با آنها غوغا برداشتن، به این واسطه از طلبه ها افتتاحانه حق تعلیم رویاندن و شهرت برآوردن بود. ما این پارچه را با گفته های احمد مخدوم دانش که مقصد و احوال استادان زمان خود را ماهرانه افاده کرده است به آخر می رسانیم. جمع آمدن مهملی چند نادان، بی ادبانه و نفهمیده غوغا برداشتن و هر سری چندگاه چند طبق مویز و حلوا و جامه و تنگکی به ظلم و غصب از طالب علمی فقیر بیستانند و به استاز دهند و او به شادی و فرح در کیسه کند. استاز از بسیاری سخن کردن و حرف زدن دل مرده باشد، قوتی هاضمه و دندانهایش سست شده به دندان شکستن نتوانند و به خوردن هضم کردن. شب به جای خواب کتاب بیند و روز از پگاه تا بیگاه غوغا آرد و غلغله بشنود و سیری بیرون و درون نتواند. به طعام خوردن و حرکت کردن فرصت نیابد و در درونی گنبزی فراخ در گرما و سرما مسجون زندانی باشد. از نوادر الوقایع بابی کسبها و پیشها. مناسبت مادی طلبه ها با استادان خود در مدرسه. مدرسان بخارا را به 3 گروه تقسیم کردن ممکن است. یکم، کسانی پرقابلیت که هنوز خوانش خود را تمام نکردند، با وجود این به طلبه های نودرس خوان درس می دهند. دوم، مدرسان خرد که هنوز درآمد جای مدرسیشان به خرجشان نمی رسد یا اینکه هیچ درآمد ندارند. سوم، مدرسان کلان. اینها ملایان کلان می باشند که چندین سال درسگویی کرده شهرت برآوردند و به مدرسه های سیر وقف مدرس شدند. بعضی از اینها به ضم مدرسی به درجه مفتیگی هم رسیدند. از این راه نیز درآمد دارند. طلبه های مدرسه های بخارا هرچند به عنوان حق تعلیم مبلغی معینی ندهند هم به طرز افتتاحانه سر کردن درس نو در بین خود یک مبلغ پول جمع کرده کلکتیوانه به سر کردن درس نو صرف می کردند. خرج درس سرکنی در پیش دامالله های کنجکی 2 گروه اولی درسگویان بسیار کم بود، اما درس سر کردن به پیش دامالله های درسخانگی کلان که عادتاً آنها حق تعلیم خود را از وقف مدرسه پره می گرفتند به مبلغ زیاد می رسید. در وقتی که 1 پود گندم 5 تنگه 75 تین بود، خرج طلبه ها برای سر کردن مثلا شرح ملا از 5 تنگه تا 15 تنگه، در سر کردن عقاید از 15 تنگه تا 25 تنگه و هاکذا بالا می رفت و به حدی که در سر کردن ملا جلال از 50 تنگه تا 150 تنگه و در ختم کتب در آخری کار از 100 تنگه تا 200 تنگه پول می دادند.
زیاد و کمی پولدهی به دارایی طلبه و همت او وابسته بود. در سرکنی ها عادتاً در ماه دکبر که وقتی تماماً غون شدن طلبه هاست به عمل می آمد و در این ماه درسی را که سال آینده از اولی میزان آخرتر سپتامبر خواهند خواند سر کرده می ماندند. یک قسمی مبلغی در افتتاحانه غون شده را چنان که از احمد مخدوم نقل کرده شد، مویز و حلوا و قند و نبات و نان و جامه گرفته به لعلی ها انداخته، هر کدام طلبه یک لعلی را برداشته به درسخانه استاد برده به او پیشکش می کردند و یک قسمی مبلغ مذکور را نقدن به کاغذ پیچانده به او می دادند. بعضن از مبلغ مذکور مقداری نگاه داشته طلبه ها برای خود بزمی و یا ضیافتی تشکیل می دادند که این مراسم را اجتماعانه می نامیدند. اگر قاری جماعه گروه از ملازادگان بخارا باشد، در سر کردن درس عقاید و ملا جلال و این چنین به مناسبت ختم کتب تمام کردن مدرسه توی می دادند. در توی قاری جماعه به امیر پیشکش برده برای توی از او رخصت می گرفت. بعد از آن مفتی ها، قاضی کلان و رئیس کلان بعضی عملداران را که با علما مناسبت داشته باشند، همه ملاهای منصبدار، همه طلبه های آن مدرسی که توی در پیش او می شود و همه باشندگان مدرسه را که توی در پیش مدرسی وی می شود به نوبت دعوت کرده ضیافت می نمودند. در توی البته خرج طلبه ها به درجه نمایان زیاده می گردید و قاری جماعه که عادتاً این گونه توی با تقاضای وی تشکیل می یافت باز هم زیادتر خرج می کشید. درآمد مدرسانی درسخانگی از افتتاحانه خیلی کلان بود. اگر این گونه مدرس به 12 جماعت درس می داده باشد، به حساب میانه در وقتی یک پود گندم 5 تنگه بودن 12,000 تنگه 1800 سوم درآمد می کرد. قاضی کلان و رئیس بخارا که آنها رسما به کارهای عدلیه و مأموری مشغول بوده درسگویی از وظیفه آنها بیرون بود، به درآمدی افتتاحانه چشم دوخته آنها نیز درسگویی می کردند. از بس که به هر گونه منصب علمی رسیدن بی واسطه آنها ممکن نبود، طلبه ها عاقبت اندیشی کرده به پیش آنها باز هم زیادتر غن می شدند. در سالهای آخری تحصیل و نزدیکی ختم، مهمانخانه کلان قاضی کلان از بسیاری طلبه تنگی می کرد. اکنون وقتی آن رسید که من یادداشت‌های خود را سر کنم. شما گفتار 25 رو از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.